مال مسلمان از صدقه کم نمیشه. نترس. حضرت لقمان برای فرزندش میگه بچه‌م تو دو کار هرگز ترک نکن، عملش کم است یا دنیا ثواب داره، لیکن دو کار گفتن انجام بده، نترس، تو را در خطر دچار نمیکنه. یک همین گفتن بچه جان سیله کردنی سریعتی را ترک نکن، هیچ کاری نداره. هم تو سیله کردن بالای سریعتی تعداد موهاش گفتن خداوند هر گناه تا میبخشد، هر ثواب و پاداش میدهد و الله مهربان مرتبت یک تا بلند میکنه. دویمش گفتم بچه جان هرگز نماز جنازه را ترک نکن، 4 تکبیر داره، ثواب یک کوه خود در ترازه اعمال تو ثواب وزنی و گرانی میکنه. از دو چیز نترس، هرگز شده با مشکلات دچار نمیکنه. یک از صدقه کردن نترس، تو را فقیر نمیسازه، تو به تنگ دستی دچار نمیشوی. احسان و خیرات مال شما را با برکت میکنه. احسان و خیرات شما را میان مردم عزتمند میکنه. شخص خیر همه مردم دوست میداره. انسان از احسان و خیرات کردن فایده دینی و دنیوی و اخروی رو به دست میاره. محبت دنیا را از قلب انسان میکشانند. بعضی نفرای هسته که همه خپل زحمت میکشند، جمع میکنند، همه قدر خسیس و مرده میشوند که حدشو در خودشون نمیکنند، در اشکم خودشون نمیخورند، در تنی خودشون نمیپوشند. این طایفه این مردم بسیار است. بنابر زحمت میکشی، مهنت میکنی، 4 تنگه به دست بیاری، حدی اقل 10% برای خودت کن، برای اندازه زحمت خود یا لباس خوبتر پوش، یا چیز خوبتر استفاده کن. الله دوست میداره نشانه نعمت چی در برداشت رو بیدن. دویم چیزی که هیچگاه تو را به فقر تنگ دستی دچار نمیکنه، حضرت لقمان گفتن بچه‌م از مهمان نترس، در ریسک نمیخورم. از مهمان نترس، خانت و دسترخوان تا خالی نمیکنه. مهمان خانت بیا چهره تا کشادگی یا بردن نان خشک هم داشته باشی، اون ریسک خودش هم میخوره، تو ریسک خودت بخوری. نترسی از احسان و خیرات، نترسی از مهمان، نترسی. خدا رحمت کنه بیبی مانا اون که در همون کوهستان که بزرگ شده بودن نگم که باشم ما یک مهمانخانه فقیرانه داشتیم، یا دسترخوان کشاد داشتیم، یا بردن نان داشتیم، یا کاسه جرغات داشتیم. مهمان می آمد دیگه در از خرسندی رو در کرته ما نمیگوجیدیم. از همه چی داره، مهمانخانه خوب و بسیار زمانوی داره، همه شرایط همون هست. یا مهمان بیاد ترخکف میشه، این چی میخورده باشه، چی میآورده باشه. برای همون او مردم جوان مردشون زیادتر بود. ما یه وقت کوهستان رفته بودیم دیگه مردم میترسد، همه چی داره. پیش وقتا میرفتی در مسجدش میستادی، یا همسایه مسجد یک کاسه جرغات و یک برده نان بگی بیاور. بازی دیگه یا مردک مسجد داره و دیگه تلخکف میشه، او یک کاسه جرغاتی من یک خرد میشه و این آمد خورد. برای همون هم من فرزند شما میشم، برادر شما میشم، خواهر شما میشم، تو نصیحت دوستانه میکنم. هرگز مال دنیا را فقط برای دنیا صرف نکن، برای آخرت اونم صرف کن. از کجا میگذاری اجا ساختمان راه هست، یک کپروک از، یک مسجد از، یک مکتب از، یک کار جمعیتی هست، خود از همون ردیف قرار دور نکن، نام تا در همونجا نویس. نمیگن که 1000 سنبته، تو هم 1 سنبته که روز قیامت اگر نام همون رو خوانند نامی تو هم باشد همونجا. میگن که در همین راه، در همین آب، در همین مسجد، در همین مکتب همین قدر آدم سهم گذاشت، یک آدم 1 میلیون داشته باشه، 30 صبح داشته باشی نامی تو هم میخورن. اگر نخواندن خیلی خجالت هست. تو داشتی برام سهم بود مثال به 10 ریال و 5 ریال این مردک دادن، مشکلی تو رو رفت نمیکنن، جای بود خالی نمیشه، او را مشکلاشو برطرف نمیکنن. لیکن مثل همون گنجش که جنگل آتش میگیریم، اینم به همون مینپارش به همین دورش آب میبرد، در بالای هم آتش میریم. بعد گفتن اوخه این گولی تو چی خواب میگیره، یک قطره آب از این آتش جنگل هم ببین. دو روزه که الله پرسید منم در همین کار سهم داشتم، گرچه که این
قطره آب نول من آتش خاموش نمیکنه، اما پیش الله من دلیل دارم که منم چنین قوتم خدایا منم در همین آتش خاموش کردن سهم باشم. برای همون انشاءالله نه من نگاه کردم اینه میخواه خرسنده شد اگر 10 نفر در خونه گوشبریات نمیشکمش سر بکنه بیره این خرسنده نمیشه. اینه بازار را یک کمبغل یاسم ده هازی یک سومونده یا او کرده نمیتونی یک کمبغل تمیتی هم خرسنده میشه وکی یا نه با دست آوردن خرسنده دل دیگران این کاری اندک هم نیست، کاری حزلم